کجاست آن پادشاهایی که پادشاهی میکردند؟ کجاست فرزندهای پادشاهها؟ کجاست آن کسانی که کبر می‌ورزیدند، پول داشتند، مال داشتند، خدای خود عبادت نمی‌کردند؟ کجاست اونها؟ کجاست آن بندگانی که رزق مرا می‌خوردند، نعمت مرا می‌خوردند، لکن در دین دیگر بودند، خدای دیگر را عبادت می‌کردند؟ کجاست؟ فلم یوجد احد ان یوجبه. گفته می شود که کسی نیست که جواب خداوند را جواب بگرداند. هیچ کس نیست بجز او ذات. همه هلاک شدند. ولا تدعو مع الله الها آخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم و الیه ترجعون. خدا میگوید بجز من ذاتی توانا دیگر ذاتی نیست، بجز خدا بودنی من دیگر خدای نیست. من یکه و یگانه هستم، ذات و مثل و مانند ندارم. کل شیء هالک، همه چیزی دنیا هلاک شونده است، الا وجهی، مگر ذاتی خداوندی باقی میماند. کسی یافت نمیشود که جواب بگوید. خداوند با نفس خود میگفته است لله الواحد القهار. این دنیا از همان خدایی که صفت او قهار است و همون باقی ماند. دوام آیتی سوره یاسین. فاذا نفخ فی الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون صدق الله العظيم. تمام دنیا نابود شد، همه هلاک شدند، کسی در دنیا نماند. خداوند حضرت اسرافیل را باز زنده می‌گرداند، همان اسرافیلی که نفخه را میکشد، سر را میکشد. دویم باره حضرت باز میدمد، صدا میزند. تمام آن مرده هایی که میلیون ها سال در زیر قبرها خواب بودند، من الاجداث الی ربهم ینسلون، اینها از خاک زنده میگردند و به سوی خدای خود شتابان فرشته ها اونها را پیش کرده میبرند. خداوند این را به ما و شما خبر میدهد. آیا ما و شما باوری به زنده شدن نداریم؟ نظر میکنیم به مثال هایی که خداوند برای ما و شما میارد. الم یکن نطفه من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. خداوند به ما و شما منت میکند ای فرزند انسان، نظر اول به پیدایش خودت کن. تو چی یک نطفه بودی، تو یک آب بودی که به دیدن او تو را نفرت پیدا میشد. ما از یک آب تو را پیدا کردیم و تو را به خون تبدیل دادیم، تو را به اعضاهای درست تبدیل دادیم. از این یک آب باز ما نرینه و مادینه آفریدیم. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. مادام اینقدر قدرت داشته باشیم، خدا میگوید پس زنده گردانیدن شما برای من چه مشکلاتی دارد؟ هیچ مشکلاتی ندارد. در هیچ جا نبودین شما، من شما را پیدا کردم در حالتی که استخوان پوسیده تو هست. برای ما چی مشکلات دارد که در او باز جان دوباره را بدمیم؟ هیچ مشکلاتی ندارد. اولم یرى الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. خداوند میگوید ای انسان، تو اول در آفرینش خودت تذکر کن، اول پیدایش خودت نظر بکن. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. سوره یاسین است. بعضی از بندگان نافهم من که این مفسرای قرآن میگوید این امیه ابن خلف بود،
که دشمن پیغمبری خدا بودن، دشمن قرآن بودن. این ناکس، این بدبخت نزد پیغمبری خدا آمدن. خدا میگوید و ضرب لنا مثلا، این بنده نافهم، این گمراه برای من مثال میارد. چی مثال میارد؟ و نسی خلقه، حال آن که پیدایش خودش را فراموش کرده است. و ما مثال میارد که قال من یحیی العظام، ای محمد بگو این استخوانی که وحی رمیم خاکستر شده است، ایرا کی زنده میگرداند؟ در دستش میگه یک استخوان آدم بود و یا میگه به خاکستر مبدل کرد. بعضی مفسران میگه همچنان پوف هم کرد به سوی رسول اکرم که گرد چنگی استخوان در آسمان برآمد. و محمد ایرا کی زنده میکند؟ آیتی آمد قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بكل شیء علیم. بگو ای محمد به این عبیه ابن خلف خبر بده که آن ذاتی که این استخوان نبود، این استخوان را پیدا کرد، همون ذات باز در همین استخوان جان دوباره را داخل می‌گرداند. بگو به این